داشت داری دو به هم زنی میگه شوخی داری میگه من پشت سر حضرت عباسی تو برای چی باید برم به محمد چیزی بگم؟ من کی گفتم؟ دست کجی کرده؟ بابا انسان جایزه خطاست. همین بابا چی میگی داشتی تو که منو میشناسی چی داری بی هرس میدیم به من حضرت عباسی؟ آقا سلام، خیلی مخلصم به کانال من به کانال حامد تبریزی خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه شوخی کنیم با حامد تبریزی در کنار امیر عباس، علی آقا مهران، منم مرتضی کوچکمتون. امیر تو شوخی می‌کنی دیگه نه؟ بله. جرأت شده؟ آره من دخالت زیاد نمی‌کنم چون یه بار باهاش شوخی کردم، حتی زیاد باهاش شوخی کردم، الان نمی‌شه. نه زیاد جنبه شوخی نداره ولی حسابی اذیتش می‌کنیم. جدی؟ تلافی من یه آخرش تلافیه. ان شاءالله نمیشه. خب روز تلافی من فقط گفتم نه جنبه سابسکرایب یادتون نره واسه دوستاتون بفرستین. خیلی مخلصم. بریم آخرش که من میدونم ندید میدونم دعوا میشه. خیلی مخلصم. دعوا نکنه. سخت نگاه همون کرد سخت نگاه چون حامدی سخت نگاه میگه باید بلوتوث روشن کن نگاه کن سخت قرمز آبی زهرما سبق اینجا نگاه باغز تحت ولد یعنیش نگاه نگاه حرفه‌ای بزن درکی می‌زنم درکی می‌زنم مسئله دل ناز خوشگلی با این همه بزن محبوب دلی با عشق منار دل رو میبری هیچ ببین سر علم نیست بزن جمعه نداره ما دیگه خوبه حداقل 2 دقیقه حوصله‌ام سر نمیره. حامد آقا رفیقت چه خبر پسره؟ پام کسی شد دوزشون کی؟ اون زیر شیشه است حامدا. کی داداش؟ اسماعیل خب اون چه خبر؟ خدا رو شکر خوبه؟ آره برو بریم یه بار دیگه بریم 3 2 تو مثل گلی ناز خوشگلی با این همه در یارم یعنی رو هم دیگه 200 سالمون بخواه حساب خدا بعد ذوق علی داره کفتر میگه بابا ببر خونه شو علی رو هم بدونیم بنفش آبی صورتی قشنگ نیست؟ قشنگ هست ولی چون اینکه حوصله‌ام سر نره دیگه بیشترش دیگه جذاب very first کی بزنی شرطی؟ مرتضی گل داداشم مرتضی آقا من همیشه داشت هر جا نشستم گفتم آمرتزا عشق داداشه شما از خوبی همه میگی من نوکرم مرتضی داداشم من خاک کار آمد تاج سر من نوکرم حالا خوبی میگی ولی یکی دو جا باشه گفتی حالا بین خودمونه قریبا چی گفتم؟ نه ناموسم درد دل کردی بعد درد دل کردی چی گفتم؟ درد دل کردی باهاش ببینی چی حالا درزاریزم صدا زد کرد من گفتم عمرم حامد اصلا پشت من صحبت نمی‌کنه دیدم صدا زد که آقا ما ظاهر نشدیم گفتم میرسه داداشم چی؟ یه بنده خدا برای خیلی بابا الان داره میخواد یه بنده خدا برای خیلی نه یه چیشو ناموسه نفهمیدم بگو بابا یکی دو بارم یه سه نشستیم تو قهوه خونه بعد حالا به خنده اصلا داریم چیز می‌کنیم عیب نداره فدا سره بعد اومد گفت حامد پشت طرف شد گفتم حامد تبریزی گفتم آب بکش گفت آقا حامد تبریزی داداش منه گفت تو که اینقدر تعصبشو داری میکشی پشت حرف زد گفتم آقا به خدا گفتم برو بابا فلاینا درنساییز من گذاشت نه برداشت فایل صوتی آورد خب گفتم بابا قضیه مثلا برای یه سال پیش الان گفتیم کی بابا یا ایکس نامی دیگه گذشته الان یادم الان علی خندید بچه‌ها یعنی چی خب الان ای داری میگی که گذشته کی همچین چیزی گفته بابا یه بنده خدا اصلا یادم هم نیست کی بوده تموم شد داداش بابا اصلا میگم کی گفته خب میگم کسی که صدا ضبط کرده خب نه میگه من چی گفتم
به جون داداش یادم نیست. مثلا گفتی مرتضی ولش کن آمد. من پویسر تو حرف کشش بزنم نکن. گفتی بدقول و فلان و اخلاق سیستم‌های خاصی داره. گفتم اولا که به اون میرسه داداش منه. بعد یه خورده کلنجا هم رفتم دعوامون شد و فلان اینا. گفتم بابا ول کن. من پویسر تو حرف بزنم؟ اصلا من قبول نکردم تا اینکه صدا مدا یه با کی بود؟ داشت اسم بگو. جون حامد یادم نیست. جون حامد آخه توی جمع نشسته اصلا یادم نیست. یه خورده شلوغ کاری نشده اصلا. نه آره بابا خودت تو عشق من تو رو نمیشناسم. من تا حالا پویسر کی حرف زدم؟ من تو رو نمیشناسم. همیشه داداش یکی دو بارم پشت سر من گفت خواهد در دل بشینی بکنم اما تا یکی دو بار بیشتر حالا از شوخی بگذاریم تپه نریدی ترخش نکن. نه بابا ترخش نکن. چی؟ پویسر تو هم حرف زدم. بعد من میخوایم یه گفتم دیگه 1000 تا سندم بیارم توی خندات دوباره بگم مثلا اینجوری بخندی مثلا نگفتم. نه این حالا ولش کن. نمک شدن بچه رو بودن کی بود ناموسن؟ به قرآن یادم نیست. اون بیرانوس که سر در کرده کی بود؟ اصلا یادم نیست. من اصلا چی گفتم میگی؟ مثلا میگفتی بابا من کل صدا ضبط کردن خیلی فوله. حالا هر کی بوده حالا هر چی هم گفته باشه. نه اون که واقعا آقا اصلا ذره من بدل نگیرم. طرفداری نمی‌کنم بگم که مثلا اون صدا ضبط کرده کار خوبی کرده. ولی خب من اصلا بدل نگیرم. پشت سر حرف زدن من پشت سر هیچ کی تا حالا حرف نزدم. خب خودت هم میدونی تو که داداش من اصلا پشت سر تو داشت حالا حرف نزدم. امیر الان نمک شده می پشت سر من حرف زدی. داداش حالا گذشته شوخی یکی دو بار گفتی دیگه. پشت سر کی حرف زدم؟ پشت سر من. کی حرف زدم؟ هم چند وقت پیش. خب یکی دو نفر گفتی. خب نه ترخش نکن. داداش جدی دارم. چه کی حرف زدم؟ چی گفتم حالا؟ منی که صبح تا شب با تو دارم میچرخم میگردم اشغال میکنم. گفتی پلشته نمیدونم حوله فلانه. نمیخواستم میگم الان بحثشو مرتضی انداخت گفت. پشت سر تو؟ آره. گفتم پلشته؟ آره زنم الان میخوای زنگ بزنم محمد عباسی و این گفتی یا نگفتی؟ ول کن نمی‌خواستم. داش من کی؟ آقا بس عوض کن. محمد همچین حرف رو زده؟ آره زنگ بزنم. ترخش نکن. بابا بهش طلاق پاک داداش رفیقیم بذار ببینم اصلا شاید دروغ گفته طرف. مرتضی راست میگه احتمال داره حالا یارو مثلا از اون برام اون رفیقم آخه برای چی؟ نه داداش. برای خرید این پیشمان عدد 7 را وارد کنید. حالا داره شوخی میکنه بابا. الو سلام. داداش نوکردم خوبی سلامتی؟ بله فعلت میگم داداش چه ساعت تایم داری حرف بزنیم؟ مخلصم میگم من تا حالا پشت سر امیر پیش تو حرف زدم؟ امیر عزت زاده. آره یعنی چی بگم؟ میگم حرف زدم تا حالا؟ داش من چی گفتم یه ذره؟ الان گوشی رو آیفون داش گوشی رو آیفون داره میشنوه من تا حالا حرفی زدم؟ آقا تو دروغ نمیگی من آقا چی گفتم داداش به شما؟ برداشتم داداش بگو. داش من همچین حرف زدم به شما؟ داش من کی همچین حرف رو زدم؟ داش من یه جور میگه انگار مثلا من شیشه زده بودم یادم نیست. میگم خدا وکیلی با امیر هماهنگ کردی الان من کی این حرف رو زدم داداش؟ من نمیدونم داداش دارین الان شوخی میکنین داستان چیه اصلا من کی داداش حرف زدم داداش؟
بابا داشت محمد مغلطه داری میگوی شوخی داری میگوی من الان گوشی رو آیفون داشت داره میشنوه داری یعنی شوخی داشت یعنی داری دو به هم زنی میگوی شوخی داری میگوی من داداش خداحافظ بابا آقا خداحافظ من حضرت عباسی اگه هماهنگ کردین داداش خب حرکت فول چرا دارین میزنین من پشت سر حضرت عباسی تو برای چی باید برم به محمد چیزی بگم داداش فقط محمد نبوده یه نفر دیگه هم بهم گفته کی گفته الان اینو خود محمد بهت گفته بود بله کی گفته حالا بماند دیگه آقا کی گفته ولش کن دیگه من نگم بحث چرا انداخت ولش کن آقا بس داداش میثم هم گفته میثم چی گفته به تو میثم هم گفته دقیقاً همین حرفایی که زدی میثم هم گفته حالا ولش کن ولش کن کاری نداریم تو به حضرت عباس با این هماهنگ شده با محمد هماهنگ کرده بودی داداش هماهنگ چی داشت زنگ می‌زدم میثم حالا محمد هماهنگ کرده میثم یه جور افسوس میکشه انگار مثلا الو میثم داشت خوبی؟ میگم داداش من تا حالا پشت سر کسی پیش تو حرف زدم با من پشت سر امیر پیش تو حرف زدم امیر عزت زاده نه اگه حرف زدم داشت بگو خدا وکیلی حضرت عباسی جون مادرت من چیزی گفتم یعنی چی ولش کن میگم جون مادرت چیزی گفتم خدا وکیلی چی؟ من کی گفتم؟ دست کجی کرده؟ خب نه با تنها مثلا زنگ زد بهم گفت من چی گفتم الان من همچین حرف رو زدم امیر چی میثم ها بابا چون مادرت هماهنگ کردی با اینا ناموسن آقا ول کن یعنی چه بحث آقا چرا آقا چی میگی اصلا من داشت پشت سر کی تا حالا حرف زدم کس و شر چرا میگی من تو معذرت خواهی میکنم جا رفیقشون تو چرا باید معذرت خواهی کنی تو چی میگی مرتضی من که تو رو میشناسم تو داداش برای چی داری معذرت خواهی میکنی دیگه نظر تو بگو رفیق من تا حالا هم جهت نظر دیگه آقا نظر چی میگی معذرت میخوام من نمیدونم دو نفر اگه زدی هم فضا سرت دیگه زدی دیگه باش به دو نفر زنگ زدی خب گفتن زدی دیگه چجوری بخوای بگی نزدم داداش حضرت عباسی اینا باهات هماهنگ کردن داداش بابا یعنی چی من الان حال مالم بعد داشت یارو نشسته تو روبرو میگه تو پشت سر من حرف زدی آخه چرا تو روی من میگی دروغ نمی من کی اومدم پشت سر تو حرف زدم آقا دروغ میگی 100 دروغ میگی داشت من مواد زده بودم که آدم نیست که چی گفت بی خیال با داشت من تو داری مغلطه تو داداش منی ولی الان داری با این کارت آقا الان داری این حرفا رو میزنی یعنی آقا الان یعنی شما داری بده میشی تو داشت داری دروغ میگی تو روی من داری دروغ من کی پشت سر این حرف زدم ولش کن بی خیال بابا بی خیال بابا
قطع کن آقا ولش کن قطع کن. نه بابا انسان جایزه خطاست. انسان خودت بابا چی میگی داشتی؟ تو که منو میشناسی چی داری می هرس میدیم به من حضرت عباسی؟ یعنی میشه مثلا ما دروغ آقا یه نفر دو نفر سه نفر دو نفر زنگ زدی 4 نفر بابا دروغ گفتی. من پشت سر این آقا پیش شما حرف زدم. خدا قسم به آدمو تو منگنه نگه می‌داره. من پشت سر این آقا پیش شما حرف زدم. بابا تو به عالم آدم گفتی میگی امیر پلشه. امیر بیریم دست تو جیبش نمیکنه. امیر بده چه هیزه امیر شش هیزه. امیر حالا تو رفاقت یه چی گفتی که داشتم دلش کنم. ده بار تو اصلا من هیزم من چه کار نداریم. علی کدوم خرابه کی من پشت سر این حرف من فقط کاری صحبت کردم. تو این یه هفته قبلی که گذشت هر 7 روز شما با هم کاری صحبت کردیم. من اومدم بگم این فلان 20 ساله برای چی؟ وقتی من با این مشکل نخوردم با کسی مشکل آقا اعتقاد منه با کسی مشکل داری روبروش واسه بگو آقا تو چرا من همینم داداش من همینم به خدا این دیگه آقا من اگه بودو با چهار تو 5 بار حداقل پشت چرا میگی پشت سر بقیه امیر فلان بقیه میگه تو روم بگو درست نیست آقا جان. آقا بابا پلش من با تو یه مشکل داشته باشم درود میگم دیگه. داداش نگفتی دیگه رفتی پشت سرم گفتی دیگه قشنگ نیست. نه خود مرتضی میگفت سری به تو هم نگفته بود. آقا من میگم اصلا بگه رفیق. نه آقا حرف بزن دیگه چرا لال میشی؟ چرا میگم گفته بود ولی رفیقم دیگه. آقا من به هیچ داستانی ندارم. همتون دارین مغلطه میکنین خودتونم میدونین. همش ساختگیه. هممون داریم مغلطه میکنیم. همتون دارین شوخی میکنین داداش. به بالله که دارین چرت و پرت میگین. داشتی که خدا رو که قسم نخوردی. به قرآن دارین دروغ میگین. از حالا من نمیخوام یعنی من زور اومدم اینجا نگفتی این همین پلشته منتظرم بعد از ظهر بیاد. بی خیال بابا. بی خیال مشکل داری خودت. من خدا رو قسم خوردی گفتم انصافا. من که لازم بودم هیچ چی نمیگفتم. داش می‌خواستم تو رفیقم جمعش کنم. من که با همین سنمی ندارم. ولی گفتی منتظر این پلشتم بیادش. گفتی ببینم خودم فلانش کردم شاخش کردم پشت سرمون حرف میزنه. گفتی دیگه حالا عیب نداره یه بار بیا حالا آب نخور بیا. از سر. ولی خدا رو قسم عیب نداره بابا منم 1000 بار حرف زدم. آه اشکال نداره. ولی عرفش اینه آقا من مثلا با شما مشکل دارم یا با شما مشکل دارم. تو روی آدم. تو روی آدم میگم آقا این مشکل رو داری. درست. 4 بار بریم بیرون 3 بار من دست رو جوام یه بارم حداقل تو تعارفشو کن. نه اینکه بیا پشت آقا امیر پلش من پشت سر هیچ کردم. امیر آویزونه همه 10 بار پیش من آقا این من ایتالا آویزون بوده داداش. آقا من آدم بیرون خویم محمد عباسی چی؟ میگم این دستش همیشه تو جیبش بود اصلا من چرا باید همچین حرف رو بزنم؟ داداش میسم که من سال یه بار نمیبینمش دیروز پیام زنگ زده به من. داداش میگم شما داری یه شوخی میکنی که گردن نمیخوای بگیری این داری مسخره بازی در میاد. من اصلا پشت سر شما حرف نزدم نه پشت سر شما عادت ندارم پشت سر کسی حرف بزنم. من داداش اینو دارم به رفیقام یاد میدم که اگه با کسی مشکل داری تو روش بگو پشت سرش نگو. من این زنی که بیای پشت سر یارو حرف بزنی. من با یکی مشکل داشته باشم تو روش میام چرا باید پشتش بگم؟ خورده ای ترسی ازت دارم. رفیقیم الان داره خوش میگذره تو رفاقت داریم حال میکنیم برای چی باید بیا پشت سرت حرف بزنم؟ گفتی دیگه داداش گفتی. ولش کن هر چی بوده گذاشتی دیگه. گفتی. گفتی. آقا قبول کن گفتی دیگه داداش گفتی. پشت سر منم حرف زدی پیش مرتضی، پشت سر مرتضی پیش من حرف زدی، پشت سر اون پیش حرف زدی، پشت سر ستام پیش یکی دیگه. کلا اینجوری مدله. بحثش زیاد به زبان بعدا صحبت رفیق ما دوست نداریم کسی بعد. آقا تو الان بحثش برای الان و بعدا صحبت می‌کنیم. پشت سر هممون داری حرف می‌زنی. الان شما تایید می‌کنی حرف این آقا رو؟ میگم رفیقیم ما درسته؟ اش من کی پشت سر تو حرف زدم؟ تو داداش منی. اصلا آقا به من گفت اصلا دو سه بار گفتی امیر هیزه، امیر چشرونه. آقا اصلا امیر رفیقمونه. پشت من چی گفته حامد مرتضی بگو. رفیق نیست نمیدونم 4 روز میاد 6 روز نمیاد. من ناراحت نمیشم. ولی من مرتضی گشاده. اصلا خب میدونم آقا من خودم میدونم. نه دیگه. دیگه خدای اینو گردن بگیر. حامد صبح نگفتی مرتضی گشاده ساعت 10 قرار گذاشتیم 12 هنوز نیومده. اون چیزی که من گفتم یه غیبت نیست داش با تأخیر اومدی. داش دیگه گفتی پلش هدف همین کارو. پلشت؟ پلشو که من داش به شما نمیرسم پیش شما داشتم مرتضی بعد بگم. آدم دلش میسوزه. همون دیگه. بابا چی میگی مرتضی نوکرانه حالا بچه‌ها میبینیمشون. ولی من دلم میسوزه از اون غریبه‌ای که میاد
تو گوش من حرف میزنه مثلا میگه حامد، میگه اون چون منو میسوزونه. اونو که وایس واکت واسه اصلا اونو ول کن، من نمیخوام اصلا لعنت به تو که این بحث رو انداختی، ولی حالا راه انداختی بذار تا آخرش بریم. نه مثلا اینکه واژه گشاد برام وگرنه اینا که مثلا میبینی مثلا تو روی منم میگی، ولی اون یکی بیاد اونجا بشینه فلان کنه و بگم آقا صحبت نکن من تعصب داشتم میکشم، اون جیگر من کنه رده دیگه داداش. و اینا یه دنیا فدای داداش من، یه تار موش به خدا کف پاش خار بره من تپ میکنم، میخوام دنیا نباشه، ولی آدم یه جا دلش میشکنه، جیگر آدم میسوزه. الانم خودیم غریبه لامون نیستش که بخوام اصلا ناراحت شیم، ولی چقدر خوب شد که این حرفا رو زدیم. آره سبک شدیم یکم. بچه‌ام چند بار به من گفته بودن، همین علی نشسته بود گفته بود، امیر عباس نشسته بود، مهران گفته بود. داداش من چیزی گفتم که نه شنیدم اینجوری هم نیستش. حامد بخواد بگه تو رو میگه، پشت نمیگه. ولی من نمیدونم الان زنگ زدی محمد عباسی، زنگ زدی به ایسان. من از اول میدونستم داری دوری من میکنی. ریدم دهنت کجا گذاشتی؟ بچه باید به من بزنی. ریدم دهنت کجا گذاشتی؟ نگاه من نبودم اونجا 4 تا بالش بذاری. خدا وکیلی کی فهمیدی تو؟ کی دیدیش؟ از اون اول بابا داشتم کفریش میکردم بیا لیوان میوان بشکنه گوشیشو بشکنه. من گفتم لیوان رو من داشتم شیکون. نه من رفتم تو مخش سوزنی بکنم گوشی حضرت عباسی یه لحظه جوش آورد تا پیش آورد بکنم اونجا نشستی. بابا اینجا رنگ روی زرد شد به محمد عباسی. بابا من آخر گرفتم دستم گفتم الان گوشیو میشکونه. ای دهنت خیلی ساده تر از این حرفا، یه بیاین منو بازی بدی. دهنت رو به خدا. یه معترفه چیزی اگه میذاشتی اینجوری نمیشد. ولی همتون انداخته بودیم به کلیپ، داشتین همین حرفا گرفتون. اون یکی از اون جون مادر امان کرد. محمد میثم امان داد. من با محمد هماهنگ نکردم، محمد قسم دروغ نخورد. چون من باش هماهنگ نکردم، تو باش هماهنگ کردی. آره جدی من گفتی کشنده. نه به خدا به خدا میاد چی خندم یه لحظه خندم نداشتم. چه خودم بودم اینا دارن همینطوری واسه خودشون حرف امروز صبح برگشتم بودم داشت ساعت 10 به خودت زنگ زدم. داداشم خداییش خودم ساعت 10 قرار بود بیاد، یه پروژه‌ای بود قرار بود یه فیلمنامه بنویسیم، حالا اگه جای یه نمایشنامه بنویسیم واسه تئاتر. جای دوربین فهمیدی دست تکون بده برام. آره دارم میبینم. نه خداییش هم آمد حالا دور از شوخی نه اینجوری نیستش، یعنی چیزی بخواد بگه تو رو میگه. خدا رحم کرد، خدا رحم کرد. یه ذره اگه راهمون رو درست رفته بودیم الان دو تا قرآن اینجا تو مخش بودم من، خدا سرشاد قشنگ لباشو میدونستم. گوشیه رو داشت میکوبید زنگ. داداش خیلی مخلصی. نوکرتم. خب سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید واسه دوستاتون بفرستید. اینو میره بالا تو کانال. بالاخره گیرش میندازید. یارو ذاتش خوبه میدونه که بالاخره گیرش میندازید.